سلام بچه، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوام بهتون در مورد اینکه چطوری بهترین نتیجه رو بگیریم صحبت کنم و یه سری نکات بهتون بگم، مثل اینکه چه چیزی باعث میشه که ما نتیجه بگیریم یا نگیریم، جدا از اینکه تمام نکات رو رعایت میکنیم، جدا از اینکه خوابمون به اندازه است، آب مورد نیازمون تامین میکنیم، تغذیه رعایت میکنیم، هرچی. جدا از همه اینا میخوام بهتون بگم که چیه که خیلی خیلی مهمه و میتونه باعث بشه که ما نتیجه بگیریم یا نگیریم. بچه بهتون بگم که اون چیز، اون نکته مهم، اون به قولن نکته کنکوریه، چیزی نیست جز ایمان داشتن. بچه ببینید، ما وقتی به چیزی ایمان داریم، مطمئنیم نتیجه میده، وسواس نمیگیریم. وسواس چی بود؟ همین که ما مثلا هی توی قد، مثلا دارم میگم، ما هی میایم قدمون رو اندازه میگیریم، صبح ظهر شب هی قدمون رو اندازه میگیریم و مثلا بعد از چند روز میگیم ای بابا، من که هیچ تغییری نکردم، هیچ نتیجه‌ای نگرفتم، خب به درد من نمیخوره، پس من قرار نیست نتیجه بگیرم. این همونجا تیر خلاصی به شما زده، بخواید ادامش بدید. چرا؟ چون که اگر چند بار پشتم مثلا قدتون اندازه بگیرید، اولا که ناامید میشید، دوما وسواسی میشید و بعد از هر بار که مثلا تغذیه رعایت میکنید، بعد از اینکه هر بار ورزش میکنید، قدتون اندازه میگیرید و اون نتیجه رو میسوزونید دیگه. بارها بهتون توی ویدیو گفتم، ما وقتی میخوایم نتیجه بگیریم مثل اینه که مثلا داریم یک گلی رو میکاریم تو خاک. وقتی روز اول اون دونه رو مثلا میکاریم تو خاک، بهش آب میدیم، نباید بریم فردا بیایم دوباره ببینیم رشد کرده یا نه. نباید بریم از خاک درش بیاریم، چکش کنیم، بگیم رشد کردی؟ نکردی؟ ای خب دوباره بذاریم سر جاش. خب ما با هر بار که داریم اونو چکش میکنیم، داریم میکشیمش، داریم اون نتیجه رو از خودمون دور میکنیم، داریم خودمون رو نابود میکنیم میشه گفت. و اون وسواسه بدترین چیزیه که ما میتونیم داشته باشیم. پس ما باید ایمان داشته باشیم، باید مطمئن باشیم که نتیجه میگیریم، پرقدرت بریم جلو و به هیچ وجه به چیزای منفی فکر نکنیم. بالاخره من دیوونه هم نیستم، میدونم به هیچ وجه اینطوری ممکن نیست که مثلا اصلا فکر نکنیم. منظور من چیه؟ منظور من اینه که اون فکر منفی رو کنترلش کنید. اون فکر منفی رو چیره نکنید به خودتون، شما چیره باشید به اونو کنترلش کنید. بگید که اوکی، الان فکر منفی اومد، من خودم رو کنترل میکنم، من میدونم میتونم کنترلش کنم و من میتونم به نتیجه برسم، پس ادامه میدم و نتیجه میگیرم. و راستی بچه، دیروز شعارمون تصویب شد. داشتن چیزی هیجان انگیز نیست، به دست آوردنشه که هیجان انگیزه، پس ما به دستش میاریم. امیدوارم همتون موفق شید و حال خفن داشته باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب بهتون نره و 2 تا ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم، اگه دوستش میتونید ببینید و ایمان داشته باشید و تمام. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.